هر یک مرد مومن، هر یک فرد مومن مسلمان در زندگیش کار ثواب و خیر در زندگیتون، در زندگیمون یک جدا آب ببریم، یک مکتب بسازیم، راه بکنیم، یک آدمی سر یتیم کودک یتیم مسئله بکنیم، یک کمیزات همیشه در زندگیمون قدم کنیم. بعد مردیم رفتیم اونجا بعدم ترازده بکشن دیگه، بعد بیم اون طرف حوالات به خدا کنیم. جواب سوال هم میگوید اون چیزی که برای مایت، برای مردگان میکنن غیر آیت قرآن دیگه یگان چی نمیره. هیچی دروازه مکه آیت قرآن کسی که میخواند هر روز میخواند، هر روز 10 مرتبه میخواند، میبخشد. انا همون درک شده میشه دیگه. یگان چی نه گاو کشتن، نه شتر کشتن، نه آش پختن دادن، هیچ همه چیزی دیگه است.